ماه شوق و لذت ایمان کجا هستی بیا. ماه پرفیض و نیایشا هراسانی بیا. ما همه بر سفرت مهمان کجا هستی بیا. ماه شریف رمضان را به همه مسلمانان روی دنیا مبارکباد میگویم. بگذارید ماه مبارک در خاندان شما عزیزان فیض و برکت و نور و صفا بیارد. سلام و درود به پایان به کل مردم شریف تاجیکستان، به کل تاجیکانی که در ملک غریبی هستند. به همه شما سربلندی مهر محبت تمنا میکنیم و ماه شریف رمضان رو به همه شما تبریک و مبارکباد گفته با شما سربلندی مهر محبت تمنا میکنیم. خدا نگهبان همه شما. به نام خداوند بخشنده و مهربان و به تمام مردم مسلمان، به مردم فارسی زبان، به مردم سربلند تاجیکستان ماه شریف مبارک رمضان مبارک باشد. با همه قوت و توانایی آرزومندم بگذار که در این ماه مبارک و مغفرت، در این ماه بخشیدن گناه ها به همه مردم مسلمان تن صحت یعنی که پرقوتی از جانب الله تعالی آرزومندم و بگذار که خداوند یکه و یگانه در این ماه عفو گناه ما را ببخشد و به تمام مردم مسلمان، به مردم فارسی زبان، به مردم سربلند تاجیکستان ماه شریف مبارک رمضان مبارک باشد.